من احمد بهرام ساکن شهر کلاب عین حال استقامت کننده ناحیه رودکی ما باشم. معیوب گروهی یکم. سبب معیوبی من دکترها معاین کردن که نکاح خشتباری بود. من از سن 6 سالگی این جانب با همین درد گرفتارم و این درد هم بغم درد است، پیوند درد. ولادار هستم، ولی هم نیست، معیوب گروهی دی می باشم. وقتی که من به چندین جایها مراجعت کردم و مراجعت های من رو با نظر نگرفتن برای کار کردن، از همین من سخت رو افتادم. و این نه اینکه یک درد من است، این درد تمام معیوبانی هستند که ویها همین مشکلی رو مقصد دارن. آمدن من یک خود من نیست و بسیار نفران معیوبانی که هستند که دانشگاه رو ختم کردن ولی نه جای کار دارن، نه زندگی و نه دستگیری هست. نمیدونم دردم رو با کجا عرض کنم و کمک کنید. درخواست من همین است که نفرانی که ما رو عین حال تماشا دارن میبینن، خواهش آن رو دارم که همین دستگیری کنند و همین معلومات های من به مسئولان رفته برسد و به من یک منزل استقامتی لااقل یک اجرگان باشد تامین سازند.